مردم، السلام علیکم و رحمت الله. باور کنین امروز شاید این سخنهای من به بعضی از برادران سخت میرسد. بعضی از برادران ما را شد که بد دیدن و نفرت کردن است آغاز میکنند. خوش به حالشان، توکل اونها به الله. اما دوستان من، این نوار من با خواستی خودم نه، با خواستی چندین برادری که در ساحه تیپ کار میکنند. معلومات یعنی یک مسئله درباره این همین اپیدمی پسته، این همین دوره خراب شوی، این همین دوره ها برای استخوان و برای خودتان فهمیدین. دوستان من، اساسا اون جوان هایی که همین اپیدمی پس خریداری میکنین، خواه زنگ ریخته باشین و اینکه نه، این محصولات برای شما نیست. این محصولات گرفته مثلا که خودتونه چی بگم، یک پرنده که در آسمان بلند پرواز میکند هیچ نکنین. چون به گفته این برادری که در سایت تیپ کار میکنند، چندین جوان ها بعد از استعمال این همین محصولات دوله نشان میزند و غیره. چون همگی اونهایی که همین محصولات سودا میکنند خوب میدانند که این محصولات همین اپیدمی پسته فشار خون بلند میکنند، یعنی زنی چی دل تیز میشود، انسان سردرد میشود، همگی همین میدانند. لیکن دوستان در خاطر داریم این محصولات برای این انسان هایی که یا زن نگرفتگی هستند یا اینکه تا 35-40 ساله بگیم درست نیست. چون شما می توانید به خوبی رفته همان معمایی که دارید در بیمارخانه ها باشد، خواه در وطن خواه در مسافری، همون برای خوب حل کنید. اما بعدا این همه اپیدمی پسته اگر محصولات دورواری می بود، طبابتی می بود، یگون اپتیکه هیچ یک شانس نمیداد که این برادرها سودا کنند. بعدا دوستان من، همون برادرانی که همین محصولات سودا میکنید، از برای عزت الله توبه کنید و از این راه برگردید. چون خودتان خوب میدانید که این به امت خیلی ضرر دارد. او میگن این ترسه برآورد این دولت مسلمان است. الان مسلمان هم با خاطر پر بسیار کار کرده ایستاده است، نعوذ بالله. خواه از مردمی من و شما باشد، خواه بیرون از آن. باز تکرار میکنم، این محصولات فشار خون شما را بلند میکند و تا چند مهلت تأثیر میرساند. تأثیر نمیرساند نه، تأثیر میرساند، اما همین خیر میشود که شما به همین محصولات عادت میکنید. این سخن ما را فقط مردها گوش کنند. تا چه آهسته آهسته همین خیر حالت میشود که به همین محصولات عادت میکنید. دیگه از این تا این محصولات نخورید، خودتان فهمیدید. برای همین این داروهای خراب شوی، این داروهای فربه شوی، این داروها برای فدزار و غیره و ها کذا و قور و بلای بتر، این برای من و شما نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اگر بیماری دارید روید طبابت گیرید، خود معالجه نی، روید طبابت گیرید. گفتن بسیاری اونهایی که الان این محصولات ها رو سودا میکنند سوادی طبی ندارند. خب میگن ها این برای واریکوز لچر میکنند، واریکوز از حرفایز خوب میکند، اما تمام ورچهای دنیا الان حیرانند که چه خیلی واریکوز مسئله شبود کنند. اینا برای خاطر، برای عصب، تمام ورچهای دنیا حیرانند چه خیلی عصب انسان پره برقرار کنند. اینا یک بانکچه همو رجد کسمو قدر علفی، قدر اصل، قدر نواتی، قدر هرینه و مرینه و چرینه و. دوستان من، بار دیگر تکرار میکنم، من بخیر نیستم. برای من عمر امت، جان امت، سلامتی امت و اون دارایی امت برای من قدر دارد.
تا که همون سومی که دارد در راه الله صرف شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند بخیل ترین از شما همانی که آن بدی که برای خود روا نمی بیند برای برادر مسلمانش روا می بیند. برای من خیلی نه که من گوری من دیگر گوری که کرد، نه، ما همگی امتیم، ما با یک دیگر مسئولیم تا یک دیگر آن چی که می دانیم نصیحت کنیم. الله سبحانه و تعالی از همگی ما و شما رضا و عاقبت کاری هر یک ما و شما را به خیر گردانه و به کل بیماران امت اسلام شفای کامل عاجل نصیب روزی گردانه و اگر در وقت نوار اگر یگان سخن دغل شده باشد از ما را میبخشید. الله ما را مغفرت کند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.